در این دنیا مکانهایی وجود داره که در موردش خیلی اطلاعات کمی داریم. گودال ماریانا که تو اقیانوس آرام کشف شده عمیق‌ترین نقطه تو دنیاست. اگه یه توده آهنی 1 کیلویی رو تو گودال ماریانا بندازیم 1 ساعت طول میکشه تا این توده آهنی به کف اقیانوس برسه. صدای مرموزی که از اعماق دراز گودال ماریانا ضبط شده چیه؟ امروز با هم درباره گودال اسرارآمیز ماریانا صحبت می‌کنیم که هیچ کس نمیدونه اونجا چه اتفاقی افتاده. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. « 146 سال پیش وقتی گروهی از محققان داشتن تو اقیانوس آرام تحقیق علمی می‌کردن، جزیره‌هایی رو کشف کردن و اسمشون رو جزایر ماریانا گذاشتن. ماریانا ملکه اتریش و همسر پادشاه اسپانیا فیلیپ چهارم بوده. محققان از یکی از کشتی‌های تحقیقاتی وزنه‌ای به طلا وصل کردند و تو اقیانوس انداختن. این وزنه مدام داشت پایین میرفت و به انتها نمی رسید تا اینکه بالاخره طناب تموم شد. محققان مجبور شده بودند تا عمق 4475 متری منتظر بمونن. از عمق زیاد گودال تعجب کردند، ولی از یه واقعیتی بیخبر بودن، چون عمق واقعی از چیزی که پیش بینی کرده بودن خیلی بیشتر بود. حدود 1 ساعت طول کشید تا توده آهنی که از بیرون به داخل محل انداخته بودن به انتهای این گودال برسه. سالهای بعد کشورهای دیگه‌ای هم تو پروژه تحقیقاتی بررسی عمق این گودال همکاری کردند و معلوم شد که عمق واقعی گودال 10984 متر بوده و در نهایت با اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر عمق این گودال رو 11034 متر اعلام کردند. این میزان عمق حتی از ارتفاع اورست که بالاترین نقطه جهان هست هم بیشتره. البته گودال ماریانا فقط به خاطر عمقش معروف نیست، بلکه چیزهای دیگه هم درباره این گودال وجود داره. درباره این گودال نظریه‌های عجیبی هم مطرح شد که باعث شد تا این گودال سالها الهام بخش کتاب‌ها و فیلم‌های سینمایی باشه. چون با توجه به نظریه‌ها و یافته‌های علمی هنوز هم معلوم نیست که توی این نقطه عمیق اقیانوس چه خبره. دانش ما درباره اقیانوس‌ها خیلی کمه. ما درباره ماه و مریخ بیشتر از ناشناخته‌های کشف نشده اقیانوس‌ها می‌دونیم و همین موضوع باعث شده تا گودال ماریانا که مرموزترین جا تو دنیاست برامون خیلی جالب باشه. اشعه‌های خورشید تا نقطه خاصی از این گودال تاریک میرسن و با اینکه این گودال خیلی تاریکه ولی باز هم موجودات زندگی جالبی تو این قسمت از اقیانوس زندگی میکنن. فشار اتمسفر تو عمق این گودال 1000 برابر فشار موجود روی سطح دریاست و این مقدار فشار زیاد میتونه آدم رو در عرض 1 ثانیه بکشه. گودال ماریانا بخشی از فرایندی هست که مرز بین 2 صفحه ساختی زمین رو به وجود میاره. با فرو رفتن صفحه اقیانوس زیر صفحه ماریانا این گودال شکل گرفته. پس از کشف عمق گودال ماریانا کار سخت دیگه‌ای باقی مونده بود. این کار سخت هم این بود که محققان باید 11 کیلومتر به اعماق اقیانوس میرفتن. هیچ کس نمیدونست اون پایین چه خبره. صدها یا هزاران ساله که افسانه‌های زیادی درباره دریاها و اقیانوس‌ها وجود داره و انسان‌ها فقط تونستن 5% این اقیانوس‌ها و دریاها رو کشف کنند. یکم دیگه با هم به این موجودات غول‌پیکر نگاهی میندازیم که گفته میشه تو عمق گودال ماریانا زندگی میکنن و موضوع اصلی تئوری‌های مطرح شده درباره این گودال هستند و گفته‌های شاهدان عینی و صدای مرموز ضبط شده از اعماق این گودال رو هم بررسی میکنیم. حالا بیاین در مورد تجربیات چند نفری که موفق شدن به اعماق تاریک این گودال که حدود 11000 متر عمق داره برن صحبت کنیم و ببینیم تو اعماق این گودال چه چیزهایی دیدن. تا به امروز 4 بار انسان‌ها و 3 بار هم زیردریایی‌های بدون سرنشین به اعماق این گودال رفتن. اولین سفر به اعماق این گودال هم تو 23 ژانویه سال 1960 انجام شد. محققان دان والش و ژاک پیکارد موفق شدن که پس از یه سفر ترسناک 4 ساعته با یه زیردریایی آمریکایی به کف این گودال برند. تا 36 سال بعد از این سفر دیگه هیچ زیردریایی به این عمق از گودال نرفت تا اینکه دوباره تو سالهای 1990
1996 و 2009 زیردریایی‌ها به اعماق این گودال سفر کردند، ولی این دفعه زیردریایی‌های بدون سرنشین به قسمت پایین این گودال رفتند. سفر چهارم به اعماق گودال ماریانا تو دنیا سر و صدای زیادی به پا کرد، چون این دفعه یه شخص خیلی معروف تو دنیا با زیردریایی خیلی کوچیک که حدود $10,000 براش هزینه کرده بود به 11 کیلومتری اقیانوس سفر کرد. این شخص جیمز کامرون، کارگردان معروف کانادایی بود که فیلم‌هایی مثل آواتار و ترمیناتور رو کارگردانی کرده. کامرون تو 26 مارس سال 2012 با یه زیردریایی با اسم دیپسی چالنجر به این سفر ترسناک رفت. موقع این سفرها به اعماق این گودال چه چیزایی کشف شد؟ جیمز کامرون درباره تجربه‌اش از این سفر گفت: انگار که روی ماه فرود اومده بودم. چشم از نگاه کردن به بیرون از زیردریایی بر نمی داشتم، ولی به جز موجودات دوزیست هیچ موجود زنده دیگه‌ای تو کف این گودال ندیدم. ولی تو سفرهای بعدی به اعماق این گودال محققان موجودات زنده زیادی رو اونجا دیدن. یکی از این موجودات شیطان دریایی سیاه رنگ غول‌پیکر هست. اسم دیگه این ماهی هیولای فانوس دریایی هست. این ماهی تو اعماق تاریک دریاها زندگی میکنه و تو بدنش نور داره و برای جلب توجه طعمه‌هاش یا موقع جفتگیری از خودش نور پخش میکنه. بقیه موجوداتی که تو گودال ماریانا دیده شدن عبارتند از دیو کوسه، تبرماهی، کوسه چیندار، اختاپوس دامبو، ماهی مرکب خوناشام، ماهی چشم بشکه‌ای و ماهی دندان نیشی. این موجودات پس از مشاهدات علمی شناسایی شدن. یکی از این موجودات غول‌پیکر که خیلی ها ادعا کردن دیدنش کوسه مگالودون هست. این ماهی صرفاً یک کوسه غول‌پیکر معمولی نیست، بلکه یه هیولای فوق‌العاده بزرگ هست. با اینکه دانشمندان معتقدند که نسل مگالودون ها میلیون ها سال قبل به خاطر تغییرات آب و هوایی منقرض شده و نظریه زنده بودن از این موجودات عظیم و جثه حمایت نمیکنه، ولی بقای باقی مونده از دندونه‌های این موجودات غول‌پیکر که از دوران‌های خیلی قدیم باقی مونده واقعاً حیرت انگیزه. هیولای دریایی دیگه‌ای هم که گفته میشه هنوز داره تو اقیانوس زندگی میکنه و درباره‌اش هم افسانه‌های زیادی وجود داره، ماهی مرکب غول‌پیکر هست. این ماهی‌های قاتل غول‌پیکر که بارها ملوانان و ماهیگیران ازشون اسم بردن و حتی شکل این ماهی‌ها هم توسط بعضی از این شاهدان رسم شده 30 متر طول دارن و حتی میتونن قایق‌ها رو هم غرق کنن. با اینکه امروزه این ماهی‌ها مشاهده نشدن، ولی هنوز خیلی معتقدن که این ماهی‌ها هم مثل مگالودون‌ها تو گوشه تاریکی از اقیانوس دارن مخفیانه زندگی میکنن. با اینکه داستان این موجودات غول‌پیکر ترسناک به نظر میاد، ولی خیلی از آدم‌های ماجراجو آرزو میکنن که این موجودات واقعاً وجود داشته باشن. سالهای زیادی قراره درباره گودال ماریانا تحقیق و بحث بشه. یه حادثه دلخراش هم تو 21 اکتبر سال 2013 تو این گودال افتاد که خیلی ناراحت کننده بود. که جوان 26 ساله از عرشه یک کشتی تجاری که در حال عبور از این گودال بود به داخل گودال افتاد و جسدش هم هیچ وقت پیدا نشد. حالا بریم سراغ صدای مرموزی که تو سال 2014 تو اعماق این گودال ضبط شده. محققان تو اعماق این گودال دستگاه‌های ضبط صدا کار گذاشتن و بعد از گوش دادن به صداهای ضبط شده با این صدای عجیب روبرو شدن که همه از شنیدنش متعجب شدن. این صدا یه صدای فرازمینی بود. محققان تا حالا یه صدای اینجوری نشنیده بودن. بعد از یه مطالعه طولانی روی این صدا اعلام کردن که این صدا میتونه صدای یه نوع نهنگ باشه. محقق شارون نیکوریک اعلام کرد که پیدا کردن صداهای یه نهنگ جدید خیلی سخته و صدای مرموز ناشناخته‌ای که از اعماق گودال ماریانا ضبط شده متعلق به یه نهنگ هست. نظر شما درباره گودال ماریانا چیه؟ اگه تو آینده امکان اینو داشته باشین که تنهایی و داخل یه وسیله کوچیک و تنگ اینجوری به اعماق 11 کیلومتری اقیانوس برین، چه عکس‌العملی نشون میدین؟ کسایی که تو جاهای کم عمق بندرگاه‌ها لنگر میندازن هیچ وقت نمیتونن زیبایی ترسناک و فوق‌العاده اقیانوس‌ها رو ببینن. فرقی هم نمیکنه که مقصدشون انتهای گودال ماریانا باشه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.